با آدم بیچشم و روی قدر نشناس باید چی کار کرد؟ خیلی وقتا خانم ها گله دارن از این که ما به افراد زیادی محبت کردیم، عشق دادیم بدون توقع، اما به جای که سپاسگزار باشن تازه طلبکارم شدن. حالا باید با این آدما چیکار کرد؟ میدونین موضوع چیه؟ من خیلی وقتا توی این مواقع میگم مقصر اونا نیستن، مقصر ما هستیم که بدون اینکه حواسمون به ظرفیت این افراد باشه دست به ظرفیتشون میزنیم و این عشق و محبت ما از یه جایی به بعد باعث میشه اون فرد فکر کنه که لیاقتش بوده و استحقاقش رو داشته و این ضربه‌ای که ما خودمون به خودمون میزنیم از ماست که بر ماست. اگه من و تو یاد بگیریم که یه مرزی رو بین خودمون و آدم‌ها ایجاد کنیم و حواسمون به این باشه که چقدر دارم به اون آدم محبت میکنم، اون موقع است که میتونیم آرامش بیشتری رو تجربه کنیم. یک کتاب هست به نام مرزها و رابطه ها. بهتون پیشنهاد میدم که این کتاب رو حتما بخونید چون بهتون کمک میکنه مرزبندی کنید بین خودتون و آدم ها و دور باغ روانتون رو حصاری بکشید که هر موجودی سرشو نندازه پایین نره رو روان شما باشه. اگر از اکسپلور میای و ویدیوی ما رو میبینی همراه ما باش توی پیج، چون نکته های ظریف ریزی هست که میتونه بهت کمک کنه آرامش بیشتری رو تجربه کنی.